تا حالا اصلا به مرگ‌های غیر معمول و عجیب و غریبی که اصلا نمیشه باورشون کرد فکر کردین؟ تو این ویدیو مرگ‌های غیر معمول و عجیب و غریبی رو بهتون میگم که باعث میشه در زندگی خودتون توی شرایطی که فکرش رو هم نمی‌کنید بیشتر مراقب خودتون باشید. مورد اول، یولیا شارکوم 21 ساله. اون در 8 سپتامبر سال 2019 به صورت تصادفی توسط دختر 2 سالش به قتل رسید. بچه تو ماشین نشسته بود، یولیا سرش رو از پنجره ماشین آورد تو و دختر 2 سالش اشتباهی دستش خورد و پنجره ماشین رو بست و از اونجایی که پنجره ماشین اتوماتیک بود سر مادرش در پنجره ماشین گیر کرد و در آخر به دلیل خفگی و فشاری که شیشه پنجره به گلوش می آورد جون سپرد و از بدشانسی یولیا در ماشین قفل بود و نمیتونست که از بیرون بازش کنه. در 4 جولای سال 2019 زافر کوزو 24 ساله از ترکیه تصمیم گرفت برای پیچوندن کارهای خدمات اجتماعی به خودش آسیب بزنه. کارهای خدمات اجتماعی اجباری هستن ولی میشه که با معلولیت و یا آسیب دیدگی جسمی ازشون معاف شد. 2 بالشت به پشتش بست و از دوستش خواست تا با اسلحه بهش شلیک کنه. دوستش همین کار رو انجام داد. اما متاسفانه پیشبینی احمقانه زافر درست از آب در نیومد و بالشت ها نتونستن که جلوی آسیب گلوله رو بگیرن. زافر کوزو بر اثر این گلوله جون خودش رو از دست میده. الکساندر چچیک در 27 نوامبر سال 2017 در حالی که یه نارنجک دستش بود ضامنش رو جدا کرد. از خودش عکس گرفت و واسه دوستش فرستاد. بلافاصله بعد از فرستادن عکس نارنجک ترکید و شکم و پایین تنه چچیک هم منفجر شد. پلیس روسیه این مورد رو با عنوان تصادف ثبت کرد در صورتی که خودکشی بود. چرا آخه یکی تصادفی باید ضامن نارنجک رو در بیاره و عکس بگیره؟ الکساندر بوگاندوف یه پزشک و دانشمند روس بود که باور داشت با انتقال خون بچه‌ها و نوجوانا به بدن خودش میتونه جاودان بشه و به زندگی ابدی دست پیدا کنه. بوگاندوف میگفت که با این کار برای مدتی ریزش موهاش متوقف شد و دید چشمش هم بهتر شد. این دانشمند روس خون اهدا کننده ها رو آزمایش نمی‌کرد و سرانجام بعد از گرفتن خون از یک دانش آموزی که مبتلا به مالاریا و سل بود درگذشت. نمیدونم که دقیقاً تو اون لحظه‌ای که فهمیدی خون یه آدم بیمار رو وارد خودش کرده چه حسی داشته. بریم سراغ مورد بعدی. در سال 1998 جمهوری دموکراتیک کنگو یه مسابقه فوتبال بین تیم‌های بناشادی و بسینگانا ترتیب داد. آب و هوا خیلی خوب نبود و رعد و برق میزد. زمانی که بازی 1-1 بود ناگهان صاعقه‌ای به زمین برخورد کرد و هر 11 بازیکن تیم بناشادی رو کشت و همه بازیکنای تیم بسینگانا سالم موندن. به نظر من این صحنه واقعا صحنه سورئال و غیر قابل باوری بود، اما واقعا اتفاق افتاده. مورد بعدی مارک گلیسون 26 ساله از همپشایر. مارک موقع خواب خیلی خور و پف میکرد و این قضیه باعث ناراحتی دوست دخترش میشد. در 9 مارچ سال 1996 مارک چند تا قرص خواب آور خورد تا خوابش سنگین بشه و بعد 2 تامپون رو توی سوراخ‌های بینیش گذاشت تا خور و پف نکنه. مارک در نهایت به خاطر مشکلات تنفسی ناشی از قرص‌ها و تامپون‌های توی دماغش بر اثر خفگی مرد. در واقع اون تامپونا خفش کردن. در سال 1993 گری هوی که یک وکیل موفق در تورنتو بود از طبقه 24 ساختمان تیدی سنتر پرت شد پایین و مرد. گری اصرار داشت که پنجره‌های این ساختمون نشکن هستن و با ضربه‌های محکم نمیشکنن. به سرعت به سمت پنجره طبقه 24 دوید تا ثابت کنه که نمیشکنه، اما شیشه پنجره از قاب در اومد و گری به پایین پرتاب شد و مرد. البته بیچاره راست میگفت. شیشه نشکست و فقط از قاب بیرون اومد. مورد بعدی که واسه خودم هم عجیبه، فرانکو بران، یه زندانی 22 ساله در بازداشتگاه مترو تورنتوی شرقی بود که تلاش کرد یک کتاب انجیل جیبی رو ببله. نتونست کتاب رو قورت بده و خفه شد و مرد. حالا برای من یه سوال پیش میاد که چرا کتاب رو خورد؟ هرچی بهش فکر میکنم جوابی برای این سوال پیدا نمیکنم.
مورد بعدی در سال 1975 الکس میچل اپیزود کنفو کاپر از سریال د گودیز رو دید و به مدت 25 دقیقه مداوم خندید. این خندیدن مداوم باعث نارسایی قلبی شد و جون الکس رو گرفت. اگه میخواین این قسمت رو ببینین، فصل 5 اپیزود 7 سریال د گودیز رو تماشا کنید، ولی مراقب خودتون باشید. مورد بعدی مانیکا مایره که واقعا به نظر من بدشانسری نشونه. در دهه 80 شهردار شهر بترتون بود. مانیکا هنگام بازدید و بررسی مخازن فاضلاب شهر توی یکی از تانکرهای بزرگ فاضلاب پرت شد و متاسفانه کسی نتونست که شهردار رو نجات بده و مانیکا در 4.5 متر مدفوع غرق شد. در ادامه هم لازمه بگم که صاحب این تانکرها و مسئول فاضلاب شهر در سال 2010 در حالی که پشت یکی از کامیون‌های حمل فاضلاب نشسته بود و رانندگی می‌کرد، کنترل ماشین رو از دست داد و هم خودش و هم تانکر از صخره پرت شدن پایین و طرف مرد. و اما آخرین مورد، جان لوئیس 64 ساله اهل انگلستان بود که در 12 آپریل سال 1999 سعی کرد با بنزین آتیش روشن کنه، اما اون ناخواسته لباسش آتیش گرفت و بعد برای اینکه نسوزه به سمت رودخونه دوید و پرید توی آب. لوئیس در نهایت غرق شد و جسدش رو در تاریخ 30 آپریل پیدا کردن، دقیقاً 18 روز بعد. خلاصه که تموم این مرگ ها غیر منتظره، عجیب و از سر احمق بودن خود اشخاص اتفاق افتاده بودن. حرفامو خیلی طولانی نمی کنم. توی زندگیتون خیلی مراقب باشید که دچار این نوع مرگ های احمقانه و عجیب غریب نشید. از اینکه کانال ما رو دنبال میکنید ممنونم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو تماشا کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو روشن کنید. تا یه ویدیوی دیگه با یه موضوع جذاب دیگه، خدا نگهدار.